سلام علیکم تماشابینای عزیز. میبینیم که این کشتی در کجا است. در شهر فیلادلفیا. در اونش رستوران کردگی هستن. ببینید قدیمه کشتی چه خوشرو هستن. تاریخ است ده. آورده موندگی هستن. کشتی های زمانوی اینه در برشون. تکنیک چقدر پیشرفتگی است. ما با دیدن این گونه کشتی تاریخی آدم یک همون دوره ها را به خاطرش میبیارد و همون فیلم هایی که تماشا میکردیم تصور میکنیم و به همون دوره میرویم. واقعا حشمت و این قدر بند و بست و زیادی که هست عجایب. هم خیلی یک نظر میگذارم. حد درونش معلوم یک چیزی عادی است. اینه یه دروازه در اومدن. ما هم خیلی یک از این طرف با اون طرف میریم. ببینیم که این هم خیلی نزدیک نمیه بود. تخته و شد. البته فیلادلفیا شهری قدیم است. نخستین پایتخت آمریکا است و نخستین غلاما به همین شهر فیلادلفیا می آوردند. اکنون تماشا میکنیم کمتر این ویلکام گفتگی است. می دوره اگر گرسنه باشه شکمتونه همراه دوستان در آمده سیر میکنیم و یک صحبتی تاریخی کردن ممکن در اینجا. بسیار هم جاهای تاریخی نقض میبینم و هر کجای رفتم در برابر خودم دیدن میخوایم که باز تماشابینای عزیزی تاجیکان آمریکا ببینند از این کشتی های تاریخی و چگونه ساخته شدن آن. بندهای سخت زیاده. اینه یکی از کشتی های دیگری تاریخی در اینجا موندگی هستند. یکی اینش همچون موزه است. از نزدیک خیلی نزدیک میکنم. نزدیکش رفتن شهر نیست. دوربین نزدیک میکنیم. خیلی اطرافش میبینیم چگونه است. اطرافش بسیار جای آرام است. خیلی اون طرف راه اگر اون طرف دیگریش نگاه کنید اینجا مرکز است. مرکز شهر فیلادلفیا است. دیگه هم بناهایی که قامت افروختگی هستن البته درونی شهر